میزبان یا صاحبخانه مخبیر با توخ است. دوری اولی رقابت ها در دسته وزن تا 90 کیلوگرم با میزبانان در هر درجه که نباشن رقابت کردن تو یک درجه مشکل خواهد بود. امیرجان نسیم جان پهلوان 22 ساله تاجیک در ایرکوتسک در فدراسیون روسیه مشق و تمرین میکند زیر هدایت فاتح محمدبک و حریف او باشد، یعنی پهلوان میزبان مخبیر ورزشگر 20 ساله هست. او هم اولین حضورش در صحنه رقابت‌های بین المللی رو تجربه میکند که از همین سرزمین خودش راست میآید. این همگی دومین اشتراک او در رقابت‌های بین المللی است. اما امیرجان نسیم جان باشد، او هم قبلا در چند رقابت‌ها اشتراک داشت. این سومین اشتراک امیرجان در صحنه رقابت‌های جهانی است. دومین کارد زرد جزا بنابر سبب کمکاری با امیرجان نسیم جان. یک وزری با وجود کمکاری با ورزشگر مغولستان یک وزری هم میدهند. ورزشگر مغول از لحاظ داشتن قامت بلندتر نسبت فرق کننده است. از ببینید کار میکند که هیچ یک حرکت یا هیچ یک فنی که در مد نظر امیرجان باشد اتفاق نیفتد. هر دو هم به سمت راست کار میکنند، ولی با داشتن پایهای نسبتا درازتر از مسافه نسبتا دور میتواند ورزشگر مغول با تک همون اصول مورد نظرش رو اجرا کند. یک کارد ضرب دیگر جزا هم این رقابت رو به پایان خواهد برد قبل از انجام وقت اساسی. اما امیدوار هستیم که امیرجان نسیم جان تواند تا حداقل در همین 4 دقیقه وقت اساسی مبارزه برد یک فند خوب یا همون اصول خود انداز به پشت و بعدا پرتاب کردن حریف از بالای خود در مد نظر امیرجان نسیم جان بود، ولی موفق نشد. با این وجود ورزشگر مغولستان در بخش کار در زمین اگر خودش از فشار پای حریف گیرد میتواند که نسیم جان را به تخت پوش اداره کند. اسیکام وضع قبول می شود. ببینید با این ترتیب امیرجان توانست که از این چنگ بسیار خطرناک رها یابد و این هم یک هنر است که از در بخش کار در زمین یا وضع از اسیکام وضع فرار کردن، این هم یک هنر و استعداد ویژه طلب میکند از ورزشگر. داور مرکز از جمهوری دومینیکن است کروز، داور درجه المپیکی این رقابت رو داوری میکند. 1.5 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی داوران هم باید با این نوبت بگیرند هر یک حرکت ورزشگران را و از امیرجان انتظاری پرتاب های سره و فنون جذاب هستند تا تواند حداقل همون یک وزری که به حریف واگذار کرده است آن را جبران کند. یک شیدا با ورزشگر میزبان با تخت رقابتی ادامه می‌یابد. فقط از لحاظ فیزیکی ورزشگر مغولستان خیلی برتری دارد و این هم یک اصول مورد نظر از حلقه معمولی بیرونی استفاده کرد، ولی یک نوع احساس ترس هم در وجود امیرجان بود. در حالی که اجرای اصول میکرد باید راهی فرار رو نمیجست، یعنی تا حدی پایانی بردن همون اصولی که در مد نظرش است و ثانیه ها که پشت سر میکردن بر سود ورزشگری مغولستان هستند. و بالاخره ببینید یک پایزن دیگر با قسمت پشت پای، این هم وزری دوم وزری عوضتی ایپان امتیازی که برای ورزشگر مغولستان
برمهان آورد یا نه امتیاز در پای نداشت. خوشبختانه برای نسیم جان این شانسی است تا 17 ثانیه دیگر مبارزه برد، اما با این ورزشگر نوکار و بالاخره ببینید این هم یک روشی چرخش دادن حریف در اصطلاح سومیگایشی به نتیجه به همین ترتیب ثانیه های پایانی هم پشت سر میگردند و امیرجان نسیم جان سومین پهلوان تاجیکستان هست که در رقابت های جایزه بزرگی جدای گرند اسلم در اولانباتور اشتراک میکند و این هم با ناکامی دچار می شود در دور اول و با همین ترتیب امیرجان نسیم جان از دور اول رقابت ها حذف شد و نتوانست تا با ادامه رقابت ها صعود کند. و یک تن از پهلوانان تاجیکی هم تیمی امیرجان نسیم جان بود، پهلوان تاجیک مقیم فدراسیون روسیه محمد بیگ دیروز بود که در دسته وزن 73 کیلوگرم کیلویی شد، مدال طلا را گرفت.